سلام رفقا، حالتون چطور؟ امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. توی ویدیو امروز میپردازیم به قیمت همستر و نحوه محاسبه قیمت همستر که بفهمید که همستر چند درصد سود به شما میده و چقدر توکن به شما میده. حتما تا آخر این ویدیو من همراه باشید تا آموزش رو بهتون بدم. اگه از این ویدیو هم خوشتون اومد حتما دونه این ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو هم سابسکرایب بکنید تا از ویدیو بعدی ما جا نمونین. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب برگشتیم به ادامه آموزشمون. همستر الان توی صرافی ها پیش لیست شده و قیمتش حدود 4000 تومنه، یعنی هر توکنش 4000 تومن ارزش داره. ولی خب اینجوری نیست که شما الان 1 میلیارد سکه داشته باشید بیاید ضرب در 4000 تومن بکنید. نه، اینجوری نیست. همستر توی پیامش توی کانالش اعلام کرده که قراره سیوم کلا بسته بشه دیگه همستر و توی روز سیوم بهتون میگه که چند تا توکن به شما میده و همستر بر اساس پروفیت و امتیاز شما و کلیدهایی که در همستر میگیرید به شما درصد سودی رو میده. ولی مثلا اینجوری نیست که شما بیاید الان 3 میلیون پروفیت داری ضرب در 3000 تومان بکنین یا 100 میلیون سکه، اینجوری محاسبه نمیشه. و بهتون میگم که سکه هاتون ارزشی ندارن. میزان درآمدی که تا به حال داشتید اونم از اون طریق هم یه درصد سودی به شما میده. ولی الان کلا پروفیت و تعداد کلید هاتون خیلی مهمه توی تا سود بیشتری بهتون بده. و این که هنوز لیست نشده، پیش لیستش اومده، حالا شاید قیمتش هم بالاتر رفت، ولی روز سیوم مشخص میشه که چقدر درآمد به شما میدیم پروژه و سودتون رو بهتون میگه. و در روز پنجم لیست میشه. کلا روز پنجم یه ویدیو جدا میسازیم که بهتون میگم چطوری نقدش بکنید و به کارتتون واریز بزنید. و اینکه حتما یادتون باشه توی پیام جدیدش هم اعلام کرد که اکانت هایی که دارن تقلب میکنن رو ما محدود میکنیم و از کدهای تقلب استفاده نکنید تا جایی که بلدی از ربات کار کنید تا بهتون درصد سودی رو بده و به هیچ عنوان از کدهای تقلب استفاده نکنید چون سرمایه‌تون رو به فنا میده. و من پیشنهاد میکنم بهتون که یک کیف پول جدا بسازید برای همستر چون زیاد مطمئن نیست و مطمئنم اگه به کیف پول شخصی خودتون وصل کنید توی تون کیبورد شاید سرمایه‌تون رو به فنا بده چون خیلی مطمئن نیست و همونطوری که می‌بینید خیلی با تبس و آب عقب انداختن و به خاطر همین یک کیف پول جدا براش بسازید همستر. و من بعداً بهتون آموزش میدم که چگونه برداشت بزنید بهتون کیبورد به صرافی ایرانی انتقال بدید و چطوری به کارتتون واریز بکنید. و یه چیزی دیگه بهتون بگم بچه‌ها، هر ایدراپی که الان داره لیست میشه و شما واریز میکنید حتما وقتی که به صرافی های ایرانی واریز میکنید یه کامنتی داره، اگه اون رو نزنید کلا سرمایه‌تون به فنا میره و صرافی ها پشتیبانی نمیکنن. این نکته رو گفتم که یادتون باشه که الان اگه داگز دارین و کاتیزین هم که سیوم لیست میشه و وقتی که برداشت زدین حتما یادتون باشه که به جای وقتی که آدرس رو وارد کردین حتما کامنت رو هم وارد کنید تا سرمایه‌تون به فنا نره. و همونطور که گفتم توی همستر هم هیچ گونه تقلب استفاده نکنید و تا میتونین پروفیتتون رو بالا ببرید تا سود بیشتری بهتون بده و کلیدهاتون رو هم بالا ببرین. بالا بردن کلیدها هم که خیلی راحت است. روزانه شما میتونید یک کلید بگیرید و با دانلود بازی ها و گیم زدن هم میتونه به شما کلید بده. و این هم بود از ویدیو امروز. امیدوارم که این ویدیو به کارتون اومده باشه. حتما دون نره که این ویدیو رو لایک بکنید و کانال ما رو هم سابسکرایب بکنید و یادتون هم نره که گول مردم رو نخورید که بگن ما همستراتون رو میخریم چون همستر هنوز لیست نشده و پیش لیسته و امکان خرید و فروش هم نداره، حتی امکان خرید نداره و تا 5 مهر ماه کلا لیست نمیشه و قابلیت خرید و فروش رو نداره. خیلی ممنونم که تا آخرین ویدیو من همراه بودید. حتما دون نره که این ویدیو رو لایک بکنید و کانال ما رو هم سابسکرایب بکنید تا ویدیو بعدی. خیلی مخلصیم.